با سلام و احترام فراوان خدمت همراهان عزیز. مدل های اپیدمی یکی از بحث های بسیار مهم در بیماری شناسی گیاهی به خصوص در دوره ارشد و دکترا هست. این درس شامل موارد متعددی هست که یکی از قسمت های درس اپیدمیولوژیک مربوط میشه به مدل ها و از این مدل ها ما انحصاراً در این ارائه در مورد مدل های مکانیکی میخوایم صحبت بکنیم و دیدگاه شما رو در واقع نسبت به مدل های مکانیکی با این ارائه کمی تغییر بدیم و آشنایی شما رو نسبت به این مدل بیشتر بکنیم. ضمناً یادآوری بکنم که فایل پاور این ارائه در وبسایت گیاهپزشکی موجوده و شما میتونید این فایل رو دانلود بکنید. در ابتدا نیاز هستش که طبقه بندی مدل ها رو با هم مرور بکنیم. ما در مدل های اپیدمی با 3 تا مدل اصولاً دست و پنجه نرم میکنیم. یکی از این طبقه بندی ها در واقع مرتبط است با مدل های کلاسیک که شامل مدل گومپرتز، مدل لوجستیک و مدل مونومولکولار هست. هر کدوم از اینها برای در واقع کار خاصی استفاده میشن و کاربردشون میتونه متفاوت باشه که در ویدیوهای بعدی در مورد گومپرتز و لوجستیک و تفاوت این دوتا و تفاوت هر دوی اینها با مدل مونومولکولار بیشتر صحبت میکنیم. مدل هایی که دیگه که استفاده میشه مدل های پیش بینی هستند که حالا بر اساس داده های گذشته، البته طول دوره گذشته باید زیاد باشه که بتونن با استفاده از اون دوره ها نتایج رو به دست بیارن که بتونه در مورد آینده یه پیش بینی رو به ما نشون بده. و مدل های مکانیکی هستند که ما امروز قرار راجع به اینا بیشتر صحبت بکنیم. سازوکار این مدل ها بر اساس چه چیزی هست و چه اتفاقی میفته که در مدل های اپیدمیولوژیک میان و از مدل های مکانیکی استفاده میکنن. بحثی که در واقع امروز قرار بررسی بشه شامل 3 قسمت میشه و میخوایم ببینیم که مدل های مکانیکی در بهینه‌سازی استراتژی های مدیریتی، در مطالعه فنولوژی میزبان برای بهبود اصلاح نباتات و بررسی پارامترهای مهم در اپیدمیولوژیک چه کاربردهایی خواهند داشت. در ابتدا مدل مکانیکی رو ما باید بیشتر آشنا بشیم و بدونیم که اصلا مدل های مکانیکی ما شامل چه مواردی هست. در نظر بگیرید در یک جمعیتی شما یه ظرف کاملی دارید که این ظرف بیانگر جمعیت ما هست که همه اینها ساسپتیبل هستن و در واقع حساس حساب میشن و ما در جمعیت خودمون یه سری آلودگی رخ میده و این حساس های ما نرخشون که میبینید این شیر در واقع انتقال این حساس ها رو به آلوده داره به ما نشون میده و نموداری هم که اینجا ما داریم در واقع این مسیر حرکت و آلوده شدن رو داره به ما نشون میده که حساس های ما داره کم میشه، از اون طرف آلودگی ما داره افزایش پیدا میکنه. مدل مکانیکی به ما میگه که زمانی که شما حساس داری آلودگی که رخ میده جمعیت آلودگی تا یه حدی افزایش پیدا میکنه که از اون حد به بعد ما دیگه حد اکثر آلودگی داریم و از این بیشتر نخواهد شد، چرا که از اون سمت به در واقع مرگ منتهی میشه و ما در این نمودار میبینیم که مرگ مقدارش کم هست. از هر چقدر که مقدار حساس ما داره کم میشه از اون بعد تعداد مرگ ما داره زیاد میشه، اما این اینفکتد ما تا یه حدی فقط افزایش پیدا میکنه تا جایی که اون شیرش در واقع حدش به اون شیر برسه و تخلیه بشه به سمت مرگ. ما در مدل مکانیکی 3 تا حالت داریم برای یکی از این مدل هاش البته که SIR حساس، آلوده و مرگ، که البته اینو به شما بگم که این
بخش ها میتونه متفاوت باشه در بیماری ها. مثلا در بیماری کووید 19 این ریموف میتونه به ریکاور تغییر بکنه و ما ممکنه بیماری داشته باشیم که ریکاور شده باشه و ریموف نشه. ولی تو گیاهان اصولا SIR و یا حتی مدل های دیگه مشابه رو برای قسمت های استفاده میکنن که اون برگ یا اون اندام گیاهی حذف شده باشه و طبق این میان محاسبات رو انجام میدن. در این سیستم اینوکولوم بیمارگر ما به حساس ما حمله میکنه و آلودگی رخ میده. در نهایت آلودگی منجر به مرگ میشه. مدل SIR اولین مدلی در مدل های مکانیکی هستش که ما اینجا با همین رو بررسی میکنیم. ما میدونیم که آلودگی زمانی که به نقطه ساسپتیبل ما حمله میکنه آلودگی رخ میده و مرگ انجام میشه. این آلودگی که اینجا اتفاق افتاده در واقع با این فلشی که شما تو مدل های مکانیکی میبینید نشون میده که باعث افزایش این ناحیه میشه. یعنی این اینفکشنه میتونه آلودگی های بعدی رو تقویت بکنه و باعث آلودگی بیشتر بشه و در نهایت ما شدت بیماری بیشتری داشته باشیم. این بحث رو ما جلوتر هم تو مدل ها میبینیم و صرفا شما الان یک چارچوب کلی از یک مدل SIR رو اینجا دارید. در مدل SIR فاصله بین S و I میشه نرخ آلودگی. در واقع به معنای دیگه این فلش تقویت کننده نشون میده ما که آلودگی یا اینفکشن ما میتونه با افزایش خودش اینفکشن ریت ما رو هم افزایش بده و این ساسپتیبل های بیشتری رو منجر به اینفکشن بشه. فاصله بین I و R هم دوره آلودگی هست که در مدل های بیماریزایی خیلی مهمه. اگر ما بیماری داشته باشیم که یه اینفکشن ریت داشته باشیم و یه اینفکشن پریود و میخوایم واسهش مدل بسازیم، اصولا میایم از مدل SIR استفاده میکنیم. در مدل SIR همونطور که در اون استدلال هم داشتیم و اون تانکرهای شیر که دیدیم و آب داشت منتقل میشد، یک جمعیت ساسپتیبلی داریم که ابتدا خیلی زیاد هستن، اینها کاهش پیدا میکنن و یک جمعیت ریموفدی داریم که اول صفر است و در نهایت ببینید که به حد اکثر خودش میرسه. یعنی عملا تقریبا همه این جمعیت حساس ما داره میره به مرگ و به مرگ منتهی میشه. این وسط یک آلودگی هم هست که در واقع تا یه حدی به حد اکثر خودش میرسه و از یه جایی به بعد کاهشی میشه و کم میشه تا به صفر برسه. یعنی تا زمانی که این ساسپتیبل ها در دسترسش باشن این آلودگی رخ میده. مدل بعدی یک مدل بسیار پرکاربرد هست که در بیماری شناسی گیاهی خیلی استفاده میشه و خصوصا در مدل های اپیدمی. مدل SEIR که حالا یک مرحله اکسپوز یا در معرض بودن رو بیشتر از مرحله SIR داره. در این مرحله اینوکولوم به گیاه حساس ما حمله میکنه. این گیاه در معرض اینوکولوم قرار میگیره. این مرحله در معرض بودن میتونه مثلا شامل انتقال ناقل ها باشه، میتونه مشکلات دیگه‌ای باشه که مثلا شما آلودگی رو ندارید اما بیمارگر روی در واقع گیاه شما وجود داره، شما هنوز علائم رو ندیدید که اینو بخواید به عنوان آلوده حساب بکنید. یک مرحله اینفکشس داره و یک مرحله ریموفت که این چهارتا در نهایت مدل SEIR را به ما نشون میدن. در این مدل برخلاف مدل قبلی هم مرحله اکسپوز و هم مرحله اینفکشن میتونه اینفکشن ریت ما رو افزایش بده و باعث تقویت این ناحیه بشه. فاصله بین S و E همون اینفکشن ریت ما هست. E و I دوره نهفتگی بیمارگر ما هست و I تا R هم اینفکشن پریود رو ما رو نشون میده. توجه کنید اگر بیماری داشته باشیم که اینفکشن ریت رو داشته باشیم، لیتن پریودش رو داشته باشیم و اینفکشن پریودش رو داشته باشیم، میام از مدل SEIR استفاده میکنیم. خب مدل SEIR مشابه همون SIR هست با این تفاوت که حالا
قله اینفکشن ما تنها نیست و یک مرحله اکسپوز هم بهش اضافه شده که زودتر از اینفکشن داره اتفاق میفته و مقدار اون بالاتره. در واقع همون سازوکاری که ما در قسمت اول به عنوان اون تانکرهای آب به شما نشون دادیم اینجا بهتر میشه لمسش کرد، چرا که یک مرحله اکسپوز قبل از اینفکشن اومده و این ظرف اکسپوز زودتر از اینفکشن پر میشه و بعد اینفکشن پر خواهد شد. در ادامه بحث پارامترهای مهم اپیدمیولوژیک رو میخوایم بررسی کنیم و بدونیم که محاسبه اینها به چه شکل هست. برای شما مثال آماده کردم از سری مطالعاتی که اواخر انجام شده و میخوایم بررسی کنیم که در مقالات علمی اینها به چه شکل مدل های مکانیکی رو در نظر میگیرن و چه عواملی واسه در واقع این مدل ها حائز اهمیت هستن. ما یک مقاله داریم از آقای وایت و همکاران که اومدن بیماری زایللا فاستیدیوسا رو در زیتون بررسی کردن. یک بیماری بوده که در اروپا باعث در واقع خشک شدن درختان زیتون بزرگ شده و به صورت اپیدمی هم در اومده در این منطقه و خسارت خیلی زیادی رو زده. علائم این بیماری رو مشاهده میکنید که درختانی با این در واقع قدمت و سن از بین میرن و خسارت اقتصادی این بیماری بسیار بالا هست. رشد بیماری رو ملاحظه میکنید که از حالا آلوده کردن درصد باغ از در نظر بگیرید که حالا اینها همه باغ زیتون هست و درصد آلودگی میبینید که خیلی بالا هست. مدلی که آقای وایت برای این بیماری در نظر گرفت خیلی جالبه. شما در نظر بگیرید که این فرمول ایشون شامل 2 مرحله کلی S و I شده، اما مرحله اینفکشس ایشون 3 تا زیر مجموعه داره که شامل 3 مرحله آسیمپتوماتیک، سیمپتوماتیک و دسیکیتد هست. در مرحله آسیمپتوماتیک ما علائمی رو نداریم ولی آلودگی رخ داده. در مرحله سیمپتوماتیک علائم مشاهده میشه و در مرحله دسیکیتد دیگه درخت در واقع خشک شده و مرده. در مدل ایشون اینفکشن ریت ما که فاصله بین در واقع گیاه در واقع درخت حساس هست و این مرحله ما یه آلودگی رخ میده که علائمش رو نمیبینیم. 3 تا فاکتور آسیمپتوماتیک، سیمپتوماتیک و دسیکیتد همشون میتونن باعث تقویت نرخ آلودگی بشن و تأثیر بسزایی دارن. ضمن اینکه فاصله بین آسیمپتوماتیک و سیمپتوماتیک به عنوان اینکوبیشن پریود در نظر گرفته شده و زمان مرگ رو در واقع مجموع آسیمپتوماتیک سیمپتوماتیک جمع این دوتا میتونه زمان در واقع مرگ رو واسه ما تعیین بکنه که در مدل ها حائز اهمیت. در این مدل همونطور که مشاهده میکنید با گذشت زمان از مرحله آسیمپتوماتیک، سیمپتوماتیک و دسیکیتد این حجم باکتری داره افزایش پیدا میکنه، اما ما نرخ آلودگیمون از یک نقطه‌ای به بعد کاهش پیدا میکنه. این نشون میده که دسیکیتد ما با اینکه نرخ آلودگیش کمه اما لود باکتریاییش بالاه و میتونه بسیار راحت در سال آینده بر روی درختان دیگه خودشو نشون بده و تکثیر پیدا بکنه. مدلی که اینا اومدن و پیش بینی کردن یک مدل خیلی جالبی بود. مدلی که آقای وایت محاسبه کردن مدل بر اساس روش نیبر جوینینگ هست که به نوبه خودش خیلی مدل در واقع جالبی شده. ایشون در مرحله IS که همون اینفکشن سیمپتوماتیک هست می‌بینید که پراکندگی درختان آلوده رو اومده نسبت به این در واقع تعدادشون رو نسبت به این نمودار بررسی کرده و پراکندگیشون رو اینجا نشون داده به ما. نشون میده که در نقطه اوج سیمپتوماتیک ما حد اکثر آلودگی و تعداد بالایی از درختانمون اینجا آلوده شدن. پارامترهایی که ایشون به ما گفتن یک دونه نرخ آلودگی بود که 19.5 درخت در سال. درختان آلوده فاقد علامت 1.5% بودن که البته این با نرخ آلودگی مرتبطه، یعنی اگر این تعداد این درختان آلوده در سال افزایش پیدا بکنه خب درصد فاقد علامت ها هم افزایش پیدا خواهد کرد. دوره نهفتگی رو 14 ما در نظر گرفتم و اون تایم در واقع واسه خشک شدن
4.3 سال برآورد شد و آلودگی اولیه هم به دست اومد. خب یک کیس استادی دیگه رو با هم بررسی کنیم. مطالعه فنولوژی میزبان هست که میخوایم ببینیم که آیا چرخه زندگی یک گیاه و یا یک جانور میتونه در واقع در بیماری اون تاثیر داشته باشه و ما میتونیم مدل مکانیکی رو واسه چنین رویدادی در نظر بگیریم یا نگیریم. ببینید حالا مطالعات مختلفی انجام شده توسط به طور مثال آقای زنگ و همکاران. اینا آمدن بیماری‌های مختلفی رو بررسی کردن. در حین مطالعه اینها به یک نتیجه خیلی جالب‌تری رسیدن و اون سطح برگی هستش که در واقع ما توی گیاهان داریم. برای مثال در ذرت و سویا به این نتیجه رسیدن که مثلا بعد از 100 روز از کاشت ما حد اکثر سطح برگ رو داریم. خب مثلا در سویا هم تقریبا همین حدود داره. این نشون میده که واسه بیمارگرایی که سطح برگ خیلی مهمه و بیماری میتونه در واقع از این طریق وارد بشه، این مراحل حساس حساب بشه. اگر من بخوام یک مثال خیلی بهتر واسه شما بزنم، برمیگرده به این بیماری بلاست برگی برنج که آقای هانگ و همکارانشون در سال 1987 این رو بررسی کردن. متوجه شدن که در واقع 63 یا مثلا 68 روز بعد از کاشت، زمانی که حجم برگ خیلی بیشتره، ما علائم بیماری رو بیشتر داریم و این خسارت در این زمانها بیشتر اتفاق میفته و این موضوع در واقع یه جورایی واسه دانشمندان خیلی حائز اهمیت بوده و کیس استادی‌های متعددی رو بررسی کردن. به طور مثال یک مدلی رو واسه بیماری سپتوریای گندم آقای الدرفیلد و همکارانشون در سال 2018 بررسی کردن که این مدل فقط میخوام به شما بگم که یه مدل مکانیکی ساده که کلیتش SEIR بوده یا SIR بوده میتونه خیلی تغییرات بکنه و میتونه دستخوش تغییراتی بشه که این فاکتورهای تغییر دست نویسنده و اون محقق رو باز میذاره واسه اینکه بتونه نرخ آلودگی رو محاسبه بکنه و یک مدل پیشبینی رو به ما بگه. به طور مثال در این مدل که اینجا میبینید ما همزمان هم نرخ آلودگی بیماری رو داریم بررسی میکنیم و همزمان داریم اثر یک سمی رو، یک قارچکشی رو هم به صورت های ریسک یعنی در واقع غلظت ریسک بالا و غلظت ریسک پایین مورد بررسی قرار میدیم و همزمان داریم حجم برگ های در واقع آلوده رو هم اینجا محاسبه میکنیم که این به نوبه خودش نشون میده که این مدل مکانیکی که به ظاهر خیلی ساده بوده میتونه یه سری فاکتورهایی رو واسه ما حساب بکنه که خب خیلی مهم هست و حائز اهمیته. بگذاریم ما میرسیم به یک کیس استادی خیلی جالب که من اینجا مقدمش رو خدمتتون بگم از حالا یک استیج رشد در واقع گندمی هست که آقای زدوک این رو در واقع رسم کردن. ما در دوره‌های مختلفی داریم برای گندممون، از مرحله پنجه زنی یا تیلرینگ گرفته، ساق دهی و هدینگ شدن و در واقع رسیدن که در واقع هدینگ شدن همون خوشه دهی میشه که شما تو مرحله خوشه دهی طبق مطالعاتی که انجام دادن یه بیماری هست به اسم فوزاریوم بلایت، فوزاریوم هد بلایت، که این در زمانی که گندم میره به حالت خوشه دهی خسارتش رو میزنه. اومدن مطالعه کردن و دیدن زمانی که این انترها یا این بساک‌ها باز شدن خسارت خیلی بیشتر بوده و در واقع یک پنجره زمانی رو مشخص کردن و مطالعه کردن که آقا این بساک در این پنجره زمانی که باز میشه خسارت ما هم افزایش پیدا میکنه. اومدن گفتن خب ما بیایم برای این هم یک مدل مکانیکی بسازیم. ضمن اینکه من این نمودارها رو چون با دست کشیدم و رسم نشده، چون اینکه اون مقاله‌ای که داشته این مورد بررسی می‌کرده هنوز چاپ نشده بود و به صورت پری پرینت بود، فعلا در همین حده. ولی کلیتش اینه که در نسبت به روز درجه حدوداً از روز درجه 1700 تا 19000 ما نسبت بساک‌های آزاد شده رو می‌بینیم که اینها داره افزایش پیدا می‌کنه و یه قله‌ای رو به ما میده که این قله در واقع از این ناحیه تا این ناحیه واسه ما پنجره حساس حساب میشن
و ما در این نقطه میتونیم در واقع مدیریت خودمون رو انجام بدیم و کنترل خوبی داشته باشیم. مدلی که واسه این بیماری در واقع پیشنهاد دادن این دانشمندان، یک مدل خیلی میبینید که مراحلش زیاده. چرا مراحلش زیاده؟ خب شما یک مزرعه گندمی رو در نظر بگیرید. این مزرعه گندم همزمان میتونه یه خوشه‌ای داشته باشه که گل داده باشه، یه خوشه‌ای داده باشه که گلبرگش ریخته باشه، یک در واقع خوشه‌ای داشته باشه که هنوز به گل نرفته. بنابراین 3 فاز مختلف رو ما اینجا داریم، یکی قبل از گلدهی، یکی زمان گلدهی و یکی هم ریزش اون بساک ها، که در این 3 مرحله هر کدومشون یک مدل SEIR رو میتونن واسه خودشون داشته باشن که هر کدوم از این مراحل در واقع یک مرحله اکسپوز و یا در معرض دارن که هر کدوم از اینها میتونه مرحله بعدی و قبلی خودشون رو در واقع تقویت بکنه و یک سازوکار خیلی غولی رو واسه ما بیاره. یعنی شما در نظر بگیرید که پریفلاورینگ هدینگ اتفاق افتاده و یه آلودگی رخ داده، خود این آلودگی میشه پرایمری اینوکولوم مرحله فلاورینگ و خود این مرحله میشه مجدد پرایمری اینوکولوم مثلا مرحله دیتچد که ما اینجا اون رو میبینیم. این هم حالا همون مدل SEIR هست، با این تفاوت که به جای حالا اینفکشنش ما انترز ها رو بررسی کردیم که یک مدلی هم اینجا اضافه شده و خب یک نمودار هم شما در نظر بگیرید به عنوان دیتچد ها یا آلوده شده و یا از بین رفته ها که دقیقا هم اندازه همین ساسپتیبل ما هستن. ما مجدد اینجا یک مرحله انتر اضافه داریم که این انتر اضافه نسبت به اون پنجره زمانی که در واقع اینجا واسه ما کشیده شده مشخص میکنه که ما طبق همون پنجره زمانی در نوک این قله آلودگی رو حد اکثر داریم و این آلودگی بعد از اینکه انترهای ما کم میشن در واقع کاهش پیدا میکنه و اپیدمی کم میشه. اومدن بررسی کردن زمان باز شدن بساک ها رو، گفتن اگر ما اینها رو در واقع تغییر بدیم، به تعویق بندازیم یا مثلا نمیدونم در تایمی که داره بساک باز میشه بیایم مدیریتی رو انجام بدیم، شدت بیماری رو مثلا میتونیم کاهش بدیم. چرا؟ اینو من به شما اگر روی نمودار بخوام نشون بدم، میگه که اگر در 20% بساک ها ما در واقع بیایم و مدیریت انجام بدیم، در همون ابتدا تو همون در 15 روز ما یک پیک بیماری رو جلوگیری میکنیم که این میتونه از خسارت خیلی شدید جلوگیری بکنه و تفاوت همین 2 مرحله خیلی کوچیک که ما فکر میکنیم مثلا تاثیرگذار هم نیست، فرقش تقریبا 21% توی عملکرد محصول فقط در این بازه زمانی کوتاه هست. حالا حساب بکنید اگر ما این مبارزه رو در این پنجره زمانی انجام ندیم و این بیماری تا این مرحله پیش بره، چه اتفاقی میتونه واسه ما بیفته و ما خسارت خیلی شدیدتری رو میتونیم داشته باشیم. بنابراین مدل های مکانیکی میتونن به ما کمک بکنن که ما مفهوم درست بیماری رو متوجه بشیم و نسبت به اون عامل بیماری در تایمی که هست هم یه سری فاکتورها رو بهش اضافه کنیم و به یک نتیجه خیلی بهتر برسیم. حالا ما آیا از مدل های مکانیکی میتونیم واسه بهینه‌سازی روش های مدیریت هم استفاده کنیم یا نه؟ که حالا ما اینجا یک مطالعه دیگه ای داریم از آقای کنیفی و همکارانشون، مقاله واسه سال 2015، یک بیماری به اسم شانکر مرکبات در فلوریدا که خسارت خیلی شدیدی وارد کرده بود. این بیماری بسیار اپیدمی شده بود و اینها اومدن این رو بررسی کردن. مجدد این بیماری خیلی در واقع جالب هست، سیستم SEIR که اینها واسش نوشتن. SEIR که اینها دارن یک مرحله اضافه داره، یعنی شما در نظر بگیرید یک بیماری که اکسپوز شده، در معرض قرار گرفته، اما مستقیما به مرحله اینفکشوس نمیره و آلودگی رو نشون نمیده. میتونه 2 حالت بشه، میتونه کریپتیک باشه، میتونه دیکریپتیک باشه. یعنی میتونه پنهان باشه، میتونه غیر پنهان باشه. اگر پنهان باشه ما مجدد آلودگی رو داریم، اگر غیر پنهان باشه که خب قطعا اون آلودگی مجدد حساب میشه. و همه اینها در واقع
میاد و این اینفکشن ریت ما رو تقویت میکنه و باعث افزایش میشه و در نهایت همه اینها در هر مرحله‌ای میتونن منجر به مرگ بشن و درخت حذف بشه یا ریموو بشه. مدلی که حالا اینا یک کرنل پراکندگی هم بررسی کردن نسبت به فاصله، یعنی گفتن که احتمال آلوده شدن مثلا درختی که در کمتر از 1 متری درخت آلوده ما هست خیلی بیشتره و میتونه که این فاصله در هرچی بیشتر هم میشه احتمال آلوده شدن هم کاهش پیدا میکنه و این یکی از موارد بررسی هستش که این عزیزان انجام دادن. همونطور که اینجا میبینید درختای آلوده صرفا بر اساس اینکه آلوده میشه حذف میشن و میخوان که با استفاده از این مدل مکانیکی و این مدلی که در واقع دارن محاسبه میکنن بیان یک بازه مساحتی رو به دست بیارن و زمانی هم که این رو به دست آوردن درختای اطرافش که آلوده نشدن و به صورت کریپتیک هستن رو حذف بکنن که آلودگی کاهش پیدا بکنه. مدل رو در نظر بگیرید که اینجا ما تاثیر در واقع اپیدمیک رو داریم اینجا و اینم فاصله‌ای که هستش که به صورت شعاعی در نظر گرفتم. حد اکثر آلودگی در نقطه A هست، در نقطه B کاهش پیدا میکنه، C کاهش پیدا میکنه، D کاهش پیدا میکنه. ولی اگر ما در واقع اینجاها مدیریتی رو انجام ندیم مخصوصا در نقطه A و B، ما در نقطه F یعنی در 400 متر فاصله از یک درخت میتونیم یک پیک بیماری داشته باشیم و این میتونه واسه ما خیلی خطرناک باشه، چرا که یک بیماری از یک نقطه‌ای که ما میتونستیم مدیریتش کنیم به جای دیگه‌ای رفته و در این نقطه جدید میتونه خسارت خیلی شدیدی به ما وارد بکنه. اینجا یک در واقع تاثیر اپیدمیک رو نشون داده و میگه به ما که در فاصله 100 متری چقدر این تاثیر اپیدمیک زیاده و ما اگر در این مرحله یا دیگه در نهایت 159 متری بیایم و مدیریت رو انجام بدیم نتیجه‌ای که میگیریم خیلی بهتر هست. ضمن این که حالا همین دانشمندان محترم در یک منطقه خودشون اومدن یک نرم افزاری رو ساختن با همین مطالعات که شما ملاحظه میکنید که درخت آلوده‌ای رو که گزارش میشه طبق فرمول هایی که بهش دادن محاسبه میکنه که کدوم درخت ممکنه که الان در حالت کریپتیک باشه، کدوم یک در حالت اکسپوز باشه و آلودگی کدوم دیگه در واقع نهایی شده و کدوم باید حذف بشه، که این خیلی حائز اهمیته و یک مدل پراکندگی و یک مدل فضایی بسیار عالی رو داره به ما نشون میده. خب ما 3 تا پارامتر رو امروز بررسی کردیم و 3 تا سناریوهای مختلف رو مورد ارزیابی قرار دادیم. اما در این بحث چالش هایی هم وجود داره که حالا اگر دوست داشتید بیشتر راجع به این چالش ها بدونید مقاله آقای کونیفی و همکاران رو مورد بررسی قرار بدید و اون رو کامل بخونید. اما به طور کلی مدل SEIR یک مدل خیلی کلی هستش، اما واقعیت اینه که زمانی که پیچیدگی یک مسئله زیاده بررسی کردنش هم سخت میشه و ما نمیتونیم به راحتی بیایم مدل های پیچیده رو به راحتی در موردش صحبت بکنیم و اونها رو شناسایی بکنیم. به طور کلی مثلا جمعیت ناقلین، عملکرد محصول، ساختار فضایی، میزبان‌های چنگانه، نژادهای چنگانه، نقش واسطه‌ای انسان، همه اینها در واقع تاثیرگذار هستن در مدل مکانیکی که ما می‌خوایم بررسی بکنیم و واقعیت اینه که هر کدوم از اینها اگر به بیماری اضافه بشه محاسبه کردنش رو خیلی سخت میکنه و نیاز به تلاش فراوان و فکر زیاد داره و همونطور که این بالا هم نوشتم مشکلات پیچیده قطعا راه حل پیچیده هم میخواد. اما در کل اگر بخوایم یک جمله‌ای رو در انتها به شما بگم و این ارائه رو به پایان برسونم، آقای باکس یکی از مغزهای آماری بزرگ قرن 20 ایشون میگن اساسا همه مدل ها اشتباهن اما بعضی هاشون کاربردی هن. ایشون منظورشون اینه که مدل ها به ما کمک میکنن که ما درک بهتری از شرایط بیماری و تکثیرشون داشته باشیم، اما قطعا هیچ کدوم از این مدل ها درست و کامل نیستن و نقص هایی رو هم قطعا خواهند داشت. با این حال امیدوارم این ارائه کاربرد خوبی واسهتون داشته باشه، ضمن اینکه ما در مورد بخش‌های مختلف مدل‌ها و
فرمول های اپیدمیولوژیک بیشتر صحبت خواهیم کرد. البته باید ببینیم که این ویدئویی که الان اینجا قرار دادیم چقدر استقبال میشه ازش تا در مورد بقیهش بحثی با هم داشته باشیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.